مقامات تاجیکستان تفتیش پرونده اسلدین شریپوف برادر شفقت محمد، یکی از فعالان مخالف حکومت کنونی و سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی را به انجام رسانده به دادگاه سپرده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 27 دکامبر سال 2023 به رادیوی آزادی گفت که محکمه پرونده اسلدین شریپوف از جانب دادگاه ناحیه اشت ولی در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند خواهد گذشت. مرافعه اول به 26 دکامبر تعیین شده بود. به سبب نیامدن دادستان برپا نگشت. وکیل مدافع هم دعوت شده بود و با شخص زیر حمایتش ملاقات کرد و از احوال او آگاه است. گفته است این منبع به شرط فحش نشدن نامش. معلوم نیست که این ادوکات از طرف دولت تعیین شده است و یا نزدیکانش برای او ادوکات گرفتند. قبلا نزدیکان اسلدین شریف گفته بودند که وکیلی که رو کردهشان بعد ملاقات اول با او در بازداشتگاه خوجند گفته است هنوز تصمیم نگرفته است که حمایت او را به دوش میگیرد یا نه. در تاجیکستان ادوکات‌ها از ترس آنکه مقامات چپشان نگیرند بهوده گرفتن پرونده هایی که انگیزه های سیاسی دارند خودداری میکنند. در نتیجه حمایت چنین افراد را مقامات خود با ادوکات‌های دولتی که از خط کشیده مقامات بیرون نمیآیند میسپارند. ادوکات‌های دولتی در اصل در این پرونده ها نه برای حمایت از منفعت بازداشت شده بلکه صرف برای نمایش اینکه او ادوکات داشت اشتراک میکنند. مقامات با گذشت اینک قریب 3 ماه از سرداد اسلدین شریپوف از روسیه تا حال یگان بار پرونده او را رسما شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع نزدیکانش او بر اساس همان ماده مشهور 307 به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار می شود. اسلدین شریپوف 36 سال و 3 فرزند داشته از سال 2016 در روسیه در یک ساختمان کار میکرد. او هنوز 22 سپتامبر سال 2022 در شهر نیژنی تاگیل روسیه با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شد و بعد یک سال بازداشت در اول ماه اکتبر سال 2023 به مقامات تاجیکستان سپرده شد. بر اساس مواد پرونده استردادش در تاجیکستان اسلدین شریپوف را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار میکنند. ماده 307 در تاجیکستان برای تعقیب مخالفین و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. نزدیکان اسلدین اتهام همکاری او با سازمان‌های ممنوع را رد می‌کنند و می‌گویند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار می‌کرد. به باور نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اسلدین شریپوف برادر او بودن شفقت جان شریپوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است.